آغاز به کار کنگره سراسری استاد حیدر عباسی در مراغه. کنگره‌ای که برای پاسداشت 50 سال فعالیت شعری و ادبی استاد حیدر عباسی متخلص به بارشماز برگزار شد. من نمیدانم که هستم، کیستم، لیک از حسن تو غافل نیستم. شاعری که به خاطر غنای آثارش دایره المعارف زنده ادبیات و فرهنگ آذربایجان در قرن معاصر لقب گرفته است. این کنگره با حضور 500 نفر از اندیشمندان، صاحب نظران و متفکرین برگزار میشه. بیش از 100 اثر به دبیرخانه کنگره استاد بارشماز رسیده بود که اینا شامل مقاله، شعر و ترجمه بودند. استاد عباسی بیشتر آثار ادبی و شعری خود را با الهام از قرآن مجید، نهج البلاغه و اشعار مولانا سروده است. اولین مترجم ترکی آذربایجانی در ایران هستند از کتاب مثنوی مولانا. بعد از شرح مثنوی استاد ترجمه نهج البلاغه رو نوشتن و حبل ممدود که نوعی تفسیر موضوعی قرآن نوشتن. از این نویسنده در طول عمر 74 سالش 45 جلد کتاب شعر، داستان کوتاه، رمان آذری و آثار پژوهشی به زبان آذری چاپ شده. اسمشون، تخلصشون بارشمازه. ایشان با دو چیز آشتی نکردند، یکی با نفس، یکی با نفس پرستی. استاد عباسی علاوه از شعر و ادبیات در زمینه نقاشی، خوشنویسی، حکاکی روی فلز و مجسمه سازی مهارت دارد. در 2 روز برگزاری این کنگره 30 اثر در قالب سخنرانی، شعر و مقاله ارائه می شود. احمد طالبی، خبرگزاری صدا و سیما، مراغه.